قهوه متهم یا ناجی سلامتی. سلام، من گلی هستم و اینجا کانال تناراست. قهوه نوشیدنی محبوبی که خیلیا فکر میکنن برای بدن مضره، اما واقعیت چیه؟ اگه به اندازه مصرف بشه قهوه میتونه یه آنتی اکسیدان قوی برای بدنت باشه، باعث کاهش التهاب، کند شدن روند پیری سلول ها و حتی کاهش خطر آلزایمر و پارکینسون باشه. کافئین موجود در قهوه با مهار گیرنده های آدنوزین خستگی ذهنی رو کاهش میده و تمرکز و عملکرد مغز رو افزایش میده. قهوه وقتی مفیده که شیرین نشه، همراه با خواب کافی باشه و بیشتر از 2 تا 3 فنجون تو روز نباشه، مخصوصا نزدیک خواب ممنوعه. پس قهوه دشمن سلامتی نیست، به شرطی که عاقلانه باهاش رفتار کنیم. نظرت چیه؟ تو روز چند تا فنجون قهوه میخوری؟ برای دیدن ویدیوهای بیشتر لایک و سابسکرایب و زنگوله یادت نره. خدا نگهدار. خوشمزه.